بریم آقا. کتاب بهترین دوست. توانا بود هر که دانا. من یار مهربانه. یه جمله است ولی جهانی رو در بر میگیره. چرا نمیخونی؟ این پدر و مادران که میتونن تشویق کنن یه بچه‌ای رو به کتاب خوندن. بزرگترها باید شروع بکنن. کتاب خیلی دوست دارم بخونم. بخونینش لطفا. میخونم. کتاب روزگار رو برای من قابل تحمل تر میکنه. تهیه کتاب گرون شده. نه اصلا اینجوری نبوده. مفت. اون آقایی که میخواد بره سیگار بخره به جای سیگار بره کتاب بخره. مگه میشه کتاب نخوند؟ سرانه مطالعه. انقدر غم انگیزه. خیلی خوب نیست. دیگه چیه؟ واقعا؟ این وحشتناکه. همه اونا رو باید دوباره دعوت کنیم. از یه جایی شروع کنیم. نمایشگاه کتاب همه میان برای کتاب. من یکی از لذتام کتاب خریدنه. چون کتاب دوست دارم خب اونجا بهم خوش میگذره. یکی دیگه حتما خریده کتابه. بعد تو نمایشگاه کتاب معمولا تخفیف هم هست. دعوت کنم بیان نمایشگاه. 10 روز. هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 10 تا 20 اردیبهشت ماه مصلی بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه.